سلام بینندگان عزیز آزادی، تشکر که با ما هستید. برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر شما را همراهی می کنم. امروز 15 اپریل است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها: حکومت به آژانس امتیاز داد، مالکان 17 شرکت از این ناراضی اند. بازداشت ساکن پنجکن بعد هلاکت فاجعه بار زن و 3 فرزندش. و مقامات مسکو گفتند برای جلب مهاجران در تاجیکستان و ازبکستان نمایندگی باز میکنند. رهبران 17 شرکت وارد کننده سوزشواری در تاجیکستان از رئیس جمهور امامعلی رحمان خواستند که به آنها نیز به مانند آژانس ذخیره‌های ماده دولتی در پرداخت باج گمرکی و انداز امتیاز بدهند، وگرنه به گفته آنها سبوکی‌هایی که حکومت به آژانس ذخیره‌های ماده دولتی داد رقابت را در بازار ویران می‌کند و مجبور می‌شوند که فعالیتشان را قطع کنند. این شرکت ها 80% بازار سوزشواری تاجیکستان را زیر دست دارند. در پایان ماه مارس امسال حکومت تاجیکستان با وارد کردن تغییر علاوه ها به قانون بودجه آژانس ذخیره های ماده دولتی را از پرداخت باج گمرکی، اکسیز و NDS یا انداز از ارزش علاوه شده هنگام وارد کردن سوزشواری آزاد کرد. در نامه شرکت های وارد کننده مواد سوخت گفته می شود که چنین تغییر علاوه ها به قانون باعث به نگرانی اعضای اساسیاسیون وارد کنندگان محصولات نفتی و گازی مائع گردیده است. بنابر حساب اقتصاددان‌های انجمن وارد کنندگان مواد سوخت، پس از آزاد شدن آژانس ذخیره‌های ماده دولتی از پرداخت باج و انداز، نرخ هر لیتر بنزین 92 2 سامانی و سوزشواری دیزل 1 سامان و 20 درم برایش ارزان می‌افتد. از این لحاظ در نرخ‌گذاری فرق کلان به وجود آمده، اعضای اساسیاسیون نمی‌توانند در بازار کشور رقابت پذیر باشند و مجبور می‌شوند از بازار دست کشند، گفته می‌شود در نامه. این مراجعت در حال صدا می‌دهد که ماه مارس و اپریل در تاجیکستان نرخ مواد سوخت یک بار گران شد و کمچینی آن خصوصا بنزین به وجود آمد. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی شرکت‌های وارد کننده مواد سوخت را برای احتمال به وجود آوردن کمچینی صنعی و افزایش نرخ متهم کردند. مالکان شرکت‌ها در نامه نوشتند که گرانشوی نرخ مواد سوخت به خصوص بنزین که هفته‌های اخیر در تاجیکستان به مشاهده می‌رسد صنعی نیست، بلکه سبب‌های ابجکتیوی دارد. مقامات به این نامه هنوز واکنش نکردند. خودکشی یک زن با 3 فرزندش در شهر پنجکن با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. بسیاری ها می‌پرسند که چگونه یک مادر می‌تواند 3 فرزند نابالغش را کشته بعداً خودش را آویزد. در روزهای گذشته کاربران زیادی از ما درباره این حادثه سوال کردند. همکارم فرزان محمدی قضیه مذکور را پیگیری کرده است و آخرین تفصیلات را درباره این حادثه از او می‌شنویم. لذیذ جورزاده ساکن شهر پنجکن را بعد از یافتن جسد آویخته همسر و 3 کودکش دستگیر کردند. یک منبع باوربخش در ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت روز 14 اپریل گفت جورزاده بر اساس ماده به خودکشی رساندن گمانبر است. مفتشان دادستانی حادثه را تحقیق دارند، افزود او. نظر پیوندان لذیذ جورزاده به حادثه معلوم نیست. خانواده زن نیز تاکنون چیزی نگفتند. در دادستانی شهر پنجکن با دلیل خلل نرساندن به جریان تفتیشات از پیشنهاد اطلاع خودداری کردند. مصاحب ما در ریاست کارهای داخلی سوخت گفت بازداشت مرد 11 اپریل و پس از یک روزی یافت شدن جسدها صورت گرفته است. مقامات شهر مسکو گفتند خواستار بیکار شدن محدودیت‌ها برای ورود مهاجران به این شهر هستند، ولی لغو محدودیت‌ها به وضع اپیدمیولوژی وابسته خواهد بود. خبرگزاری تاس از قبل ولادیمیر یفیموف معاون رئیس شهر مسکو نوشته است آنها منتظر بیکار شدن محدودیت‌ها در راه ورود مهاجران هستند. اما یفیموف گفته است شرط اساسی برای بیکار کردن محدودیت‌ها در راه مهاجران بهتر شدن وضع بهداشتی است و راسپاترمنتزار موافق امکان محدودیت‌ها را بیکار خواهد کرد.
معاون رئیس شهر مسکو همچنین گفته است برای تأمین قوه کاری در پایتخت روسیه به خصوص در ساختمان‌ها آنها نمایندگی‌های خود را در ازبکستان باز کردند. چنین مرکزها به گفته معاون رئیس شهر مسکو در تاجیکستان هم تشکیل کرده می‌شوند تا با درخواست کارفرماهای مسکو کارگران انتخاب و ورود آنها را به مسکو عملی سازند، گفته است معاون رئیس شهر مسکو. در پی پهن‌شوی پاندمی کرونا ویروس روسیه مرزهای خود را بست و هزارها مهاجر از جمله از تاجیکستان نتوانستند سال گذشته به مهاجرت روند. به مهاجرت نرفتن وضع آنها را در وطن مشکل کرده است. فعلا بین تاجیکستان و روسیه 2 پرواز دائمی در یک هفته عملی می شوند که به گفته مهاجران خیلی کم است. در حالت دریافت اطلاع بیشتر در این باره ما شما را حتما در جریان می‌گذاریم. همه روزه چندین نفر به دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه یا طریق پیام رسانه‌ها به ما مراجعت می‌کنند. مشکل بیشتر ساکنان چی است و آنها از رادیوی آزادی چه انتظاری دارند؟ در این باره قبل از برنامه با همکارم سرویناز روح الله صحبت داشتم و نخست از او پرسیدم که ساکنان اساساً با کدام مشکل به رادیوی آزادی مراجعت می‌کنند. از تجربه کار معلوم است که همه روزه چندین نفر به رادیوی آزادی مراجعت میکنند. هرچند از روی تجربه که داریم حدود 80% این شکایت و مراجعت های ساکنان بیشتر روی نداشتن زمین، منزل زیست و همینطور پرداخت نشدن الیمنت از سوی نزدیکانشان است. و باز هم مشکل دیگر این است که برخی از ساکنان حتی خودشان نمیدونند شاید به کجا مراجعت میکنند و جایی که آنها باید به مقامات مربوطه مراجعت کنند به جای آن میبویند به رادیوی آزادی و همون طوری که از مقامات باید طلب کرده شود از رادیوی آزادی این چیزها را طلب میکنند. مثلا آنها در برابر یک مشکلی که باید دادستانی و دادگاه یا که نمیدونم مقامات محلی جماعت ها حل کنند از رادیوی آزادی طلب میکنند که چرا به آنها زمین داده نمیشود، چرا به آنها پرداخت الیمنشون به تاخیر گذاشته شده است، چرا حکم دادگاهشان ناعادلانه است. درست است مثلا رادیوی آزادی هدفش رسانیدن مشکل جامعه، مشکل ساکنان به گوش مقامات است، اما نه همیشه آنها درک میکنند که به جای مراجعت کردن که باید در آنجا مراجعت میکردند. سوال دوم هم از سرویناز این بود که به ساکنان چی مصلحت میدهد؟ پیش از همه هر نفری که به رادیوی آزادی مراجعت میکند باید داند که وقتی مثلا در یک زینه پایانی دادگاه مشکلش حل نشد حتما زینه بالایی هست که مقامات میتوانند اونا بررسی کنند و حل کنند، ولی بعضا آنها این کار را نمیکنند و حتما به رادیوی آزادی مراجعت میکنند که وظیفه رادیوی آزادی هم نیست. از این خاطر از آنها خواهش کرده می شود که حتما تا قدر امکان مشکل خود را در مقامات های مربوطه داخل داره که باید وظیفه آنها هست و آنها به این مشکل رسیدگی کنند، مراجعت کنند و بعدا میتوانند در حالتی که مثلا هیچ مشکلشون حل نشد و آخران امکانیت و امیدشون به رادیوی آزادی ماند بعدا مراجعت کنند و شاید در پی رسانه‌ای شدن مشکلشون می شود آن حل کرد. در آستانه آمادگی پرزیدنت امریکا جو بایدن به اعلان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا تاریخ 11 سپتامبر که 20 سالگی حمله القاعده به آمریکا می باشد، کاتب دولت ایالات متحده انتونی بلینکن گفت فرصت آن رسیده است که آمریکا و متفقانش در ناتو از افغانستان بیرون شوند. بلینکن که 14 اپریل پیش از جلسه وزیران دفاع ناتو از قرارگاه این سازمان در بریسل توسط تلویزیون صحبت میکرد، گفت واشنگتن با ناتو در زمینه خروج هماهنگ شده همکاری میکند. تخمینا 7000 سرباز خارجی غیر آمریکایی از کشورهای ناتو اینچنین استرالیا، زلنده نو و گرجستان می باشند و شماره نیروهای آمریکایی 2500 نفر است، ولی همه آنها از یاریهای هوایی و برنامه‌های آموزشی آمریکا در افغانستان استفاده می کنند. بلینکن که همراه با وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لوید آستین در بلژیک قرار دارد گفت در همکاری ما به هدفهای خود رسیدیم و حالا فرصت آن رسیده است که نیروها را به خانه‌هایشان برگردانیم. بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی را در برابر سامانه برای امروز 15 اپریل چنین تعیین کرده است:
بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی بود که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان پیشکش شما شد. برای دریافت اطلاع از این بیشتر لطفاً سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما را در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تا صبح دیگر خدا نگهداری هر یک شما باشد.